بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. ما و شما در درس قبلی ما درس پنجم بود. در درس پنجم ما و شما صفت الرحیم الله سبحانه و تعالی را خواندیم. حال می‌بینیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم امی صفت الرحیم الله را چه قسم معرفی میکنه؟ چون رسول الله صلی الله علیه و سلم رهبر ما و شماست و راهنمای ما و شماست و رئیس موحدین است. اینال او الله را از ما و شما کرده بسیار خوب میشناخت، به خاطر از اینکه به اساس وحی او الله متعال بسیار خوب میشناخت. اینال رسول الله صلی الله علیه و سلم امی الله سبحانه و تعالی را معرفی میکنه برای ما و شما. ببینیم مثلا اول بسم الله الرحمن الرحیم رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که الرحیم ذات است که رحمتش بر غضبش سبقت نموده است. یعنی یک بشارت میده که مردم شما ات خالقی دارین، ات ذات مهربانی دارین که از غضبش که در رحمتش پیشی کرده. یعنی همیشه برای تو پیش از اینکه سر تو الله غضب بکنه رحمت خدا برای تو نازل میکنه. امام بخاری رحمه الله روایت میکنه عن ابی هریره عن النبی صلی الله علیه و سلم، میگه ابو هریره رضی الله تعالی عنه از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت میکنه قال فرمود لما قضى الله الخلق، میگه وقتی که الله متعال فیصله کرد خلقت مخلوقات را کتب کتابا عنده، یک کتاب پیش خود نوشته کرد. چی نوشته کرد؟ نوشته کرد که غلبت او قال سبقت، یعنی غلبه کرده یا سبقت کرده رحمتی غضبی، یعنی رحمت ما از غضب ما کرده ایچی از غالب است و سبقت کرده. یعنی تو بنده مسلمان متوجه ازی باش که بر تو دروازه رحمت الله بسیار باز است. فهو عنده عند العرش، اینمی رحمت الله که این کتابی که است این پیش الله در عرش هست. پس الله متعال رحمتش بیشتر است. از این خاطر انسان مسلمان وقتی که این صفت یعنی این حدیث شریف میخوانن بسیار خوشحال میباشن. چرا خوشحال میباشن؟ که الله سبحانه و تعالی رحمتش سبقت کرده. یعنی برای ما اول رحمتش میرسه. چه وقت غضبش سر یک انسان نازل میشه؟ وقتی که او خود از او گناه میکنه، معصیت میکنه، خدا مستحق غضب میکنه. نقطه دومیشی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که الرحیم ذات است که بر انسانهای مهربان رحمتش نازل میکنه. چی میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ میگه که عن عبدالله ابن عمرو، امام ابو داود رحمه الله روایت میکنه از عبدالله ابن عمرو، میگه یبلغ به النبی صلی الله علیه و سلم، میگه او روایت میکنه و این حدیث به رسول الله صلی الله علیه و سلم یعنی نسبت میده و میرسانه. چی میگه؟ که یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده است که الراحمون یرحمهم الرحمن، کسایی که رحمت مهربان هستند سر دیگران رحم میکنه الله بالا از اونا رحم میکنه. ارحموا اهل الارض، او مردم بالای اهل زمین، سر انسان ها، سر حیوانات، سر درخت ها، سر نباتات، سر تمام مخلوقاتی که در زمین هستن چی کنین؟ سر از شما رحم بکنین. یرحمکم من فی السما، باز او ذاتی که در بالا هست در آسمان است او شما را چی میکنه؟ رحم میکنه. پس این چه خوب رسول الله صلی الله خوش خبری برای ما و شما داده که اگر انسان مهربان باشه بالای ازی رحمت الله نازل میشه. دیگه نقطه که رسول الله صلی الله گفته است که الرحیم ذاتی است که باید برای خود و فرزندان از او طلب رحمت شود. یعنی شما هم برای خود و هم برای اولادایتان چی کنین؟ طلب رحمت بکنین. امام بخاری روایت میکنه عن اسامه بن زید، میگه از اسامه بن زید رضی الله تعالی عنه روایت است کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یاخذنی، اسامه بن زید رضی الله تعالی عنه پسر زید رضی الله تعالی عنه بود. زیدی که رسول الله صلی الله علیه و سلم پسر خود خوانده بود. زید بسیار دوست داشت، این بسیار دوست داشت مثل نواسه خدا، بسیار دوست داشت اسامه بن زید رضی الله تعالی عنه را. دیگه اینال اسامه چی میگه رضی الله عنه؟ میگه وقتی که من خورترک بودم رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه مرا میگرفت فیقعدنی علی فخذه، مرا در یک زانوی خود میشان. این همسن حسن رضی الله تعالی عنه بود. و یقعد الحسن علی فخذه الاخرى، حسن رضی الله تعالی عنه را در زانوی دیگه خود میشان. یعنی او وقت شاید حسین رضی الله تعالی عنه تولد نشده بود. باز حدیث که میگه رسول الله حسین رضی الله تعالی عنه میگیره. دیگه این
اسامه بن زید رضی الله عنه میگه که من وقتی که خودترک بودم و حسن رضی الله عنه هم خودترک بود، میگه ما رسول الله صلی الله علیه و یکی ما رو در یک زانوی خود میشان، دیگه ما را و یقید الحسن علی فخذ الاخرى، حسن رضی الله عنه در زانوی دیگه خود میشان، ثم یضمهما، اردوشان بازی قسمی یک جای میکرد در بغل خود میگرفت، ثم یقول، باز میگفت اللهم ارحمهما، یا الله سر اردوی از اینا رحمت نازل کو، فانی ارحمهما، من این اردوی از اینا بسیار باید چی میکنم؟ مهربانی میکنم. یعنی رسول الله صلی الله علیه و خودشان مهربان بود و رحمت بر از اینا از کی میخواست؟ از الله میخواست. پس انسان باید بر اولادای خود، بر نواسای خود، بر کلشان چی کنه؟ رحمت بخواه. اللهم انی احب عمر، ما عمر نواسای خود دوست دارم، ارحمه یا الله. این قسم الرحیم ذات است که نسبت به مادران و بندگانش مهربان است. سبحان الله، الله میگه ات مهربان است که حتی از مادرت هم کرده. چقدر مادر مهربان میباشن، میگه از مادرها کرده هم الله متعال مهربان هست. امام بخاری رحمه الله روایت میکنه، میگه عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه، از عمر بن الخطاب رضی الله عنه روایت است، میگه قدم علی النبی صلی الله علیه و سلم سبیون، میگه یک تعداد کسایی که در یک معرکه، در یک غزوه، در جهاد گرفته شده بودن از بین کافرها، مثلا یک زن هم بود، فاذا امرأة من السبی، یک خانم در جمله اونمو اسیرها بود، قد تحلب ثدیها تسقی اذا وجدت صبیا فی السبی، میگه یک خانم بود در بین امی اسیرها. این چی میکرد؟ وقتی که یک تفلک پیدا میکرد، با صورت که میفهمید که تشنه هست، عاجل بر از او امو پستان خود در دانش میکرد و را شیر میداد. قی خانم میگه مهربان بود. فهمیدین؟ اخذته خواب اذا وجدت صبیا فی السبی اخذته، او را میگه او تفلک میگرفت، فلسقته ببطنها، اما تفلک به بطن خود، یعنی به چیز خود میچسباندش، و ارضعته، عاجل رو در آغوش خود میگرفت و در شکم خود رو میچسباند، یعنی تفلک خورده که شیر خور می بود، و ارضعته، و طفل شیر میداد. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم اترون هذه طارحة ولدها في النار، گفت که شما آیا میبینید که امی خانم امی تفلک خود در آتش دوزخ برده؟ چون مهربان است بسیار زیاد. قلنا لا، میگه ما گفتیم نه رسول الله صلی الله علیه و سلم، قدر که مهربان است که طفلای تا مردم وقتی که میبینن او رو در متوجه هستین، وقتی یک طفل دیگر در آغوش خود میگیره، طفل خود دیگه چطور در آتش میپرتن، و هی تقدر و علا تطرحه، دیگه در حالی که قدرت هم داره که در آتش رو نپرتن. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم از اینا رحمت الله را مفهمانه. میگه اینمی خانم که همه قدر مهربانی داره، آیا طفل خودم در آتش دوزخ میپرته در حالی که میتونه کور در آتش نپرته؟ کلی گفتن نه، خیلی کار نمیکنه، چقدر خانم مهربان است. فقال الله ارحم من بعباده من هذه بولدها، گفت که ای الله سبحانه و تعالی بسیار مهربانتر از بالای بنده های خود از اینمی خانم کرده که به طفل خود مهربان است. یعنی سبحان الله، یعنی یک مادر، یک خانمی که بسیار مهربان است، خانم ها بسیار مهربان می باشه، خصوصا خانم هایی که طفل دار هستن، اونا بسیار مهربان می باشن. نصف شب 2 بجه شب میخیزه با طفل خود شیر میده، عالی طفل که 2 بجه ماشش میکنه، شیر میده، دوا میده، او رو در آتش میپرده. یعنی رسول الله صلی الله علیه و که الله سبحانه و تعالی ذات مهربان است که بنده های خدا که بنده های واقعیش باشه و اطاعت اوامر از رو بکنه، ایمان داشته باشه، هیچ وقت اونا را در آتش دوزخ نمیپرده. سبحان الله، چقدر الله ذات مهربان رحمان رحیم است. دیگر رسول الله صلی الله علیه و سلم بر ما شما میگه که او مردم، الله جنت خود به اساس رحمت خود خلق کرده. جنت بسیار جای بزرگ و جای نعمت های زیاد و چیزهایی داره که انسان میگه در دلش هم خطور نکرده، به چشم نیده، در گوش هم نشینه. اقا نعمت های زیادی در جنت است. امام بخاری رضی الله عنه میگه که عن ابی هریره رضی الله عنه قال النبی صلی الله علیه و سلم تحاجت الجنه و النار، میگه جنت و دوزخ در بین خود اما تو چی کردن؟ جرا بحث کردن. فقالت النار، میگه آتش و دوزخ گفت که اوثرت بالمتکبرین و المتجبرین، بر من چی داده شده؟ بر من داده شده کی؟ اونمو انسان‌های بسیار متکبر، انسان‌هایی که بسیار سر مردم جبر و ظلم میکنن.
وقالت الجنه، میگه جنت برای چی گفت مالی لا یدخلنی الا ضعفاء الناس، به من چی شده که به من داخل نمیشه مگر ضعیفترین مردم و سقطهم، او مردمای پیش پا افتادن، مردمایی که بسیار عاجز هستند، دیگه اینا در جنت داخل میشن. قال الله تبارک و تعالی للجنه انت رحمتی، برای جنت میگه الله گفت که تو رحمت من هستی، ارحم بک من اشاء من عبادی، من رحم میکنم با تو، یعنی توسط تو برای هر بنده که خواسته باشم، یعنی او بنده تو را نصیبش میکنم. و قال للنار، میگه برای دوزخ چی گفت الله متعال انما انت عذابی، تو عذاب من هستی، اعذب بک من اشاء من عبادی، توسط تو عذاب میکنم او بنده های من که خواسته باشم. ولکل واحده منهما ملؤها، و برای هر کدام از یا به اندازه پوریشان هست، یعنی او هم پر میشه از مخلوقات، هی هم پر میشه از مخلوقات. فاما النار فلا تمتلئ، میگه آتش دوزخ کلان است که پر نمیشه حتی یدع رجله، تا ای که الله سبحانه و تعالی امو رجل خدا که ما و شما کیفیتش نمیفهمیم و تشبیه نمیکنیم، لکن امو قسم بگیم که به ذات و جلال عظمت الله سبحانه و تعالی شایسته است. الله سبحانه و تعالی رجل خدا سر چی میمانه؟ سر دوزخ میمانه، یعنی پایی که ما او را با پای مخلوقات تشبیه نمی کنیم و تجسیم نمی کنیم و میگیم که همون قسمی که است بر جلال عظمت الله شایسته است، ما کیفیتش نمی فهمیم. وقتی که الله متعال ایده میمانه، دوزخ باز چی میگه؟ فتقول قط میگه بس دیگه پر شدم کفیدم. فهنالک تمتلئ و یوز و بعضها الى بعض، میگه دوزخ پر میشه و یکی به دیگه شما تو میگه تو میچسبه و یکی دیگه چیز میشه. ولا یظلم الله عز وجل من خلقه احدا، الله متعال از مخلوقاتش هیچ کس را ظلم نمیکنه. و اما الجنه، اما جنت کس فان الله ينشئ لها خلقا، الله متعال برای مخلوقات خلق میکنه، یعنی مخلوقات هم تو در جنت آمده میرن و داخل جنت شده میرن. دیگه رسول الله صلی الله علیه و میگه که الرحیم ذات با عظمت است که با رحمتش مردم در جنت داخل میکنه. امام بخاری رحمه الله روایت میکنه عن ابی هریره رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لن ینجی احد منکم عمله، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که او مردم فکرتان باشه که هیچ کس نجات دادن نمیتونه عملش، یعنی ما و شما با غرور به عمل خود نشویم. این اعمالی که ما و شما میکنیم بسیار کم است، با این اعمال مستحق جنت شدن نمیتونیم، این ما را نجات دادن نمیتونیم. میگه صحابه گفتن ولا انت یا رسول الله، و حتی توی رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم ولا انا، و حتی مرا اعمال نجات دادن نمیتونه الا ان یتغمدنی الله برحمتی، مگه ای که الله مرا بپوشانه به رحمتش. الله متعال ما شما را به رحمت خود بپوشانه. سددوا و قاربوا وغدوا و روحوا و شیء من الدلجه القصد تبلغوا. دیگه اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی به رسول الله هم گفتن که حتی شما رسول الله هم فرمود بله مرا هم اعمالم نجات نمیدهد مگر این که رحمت الله بر من شامل شود. دیگه رسول الله هم گفت که شما با نیت اجر و ثواب عمل کنید و راه اعتدال در پیش بگیرید و صبح و شام و قسمت از شام را شب در عبادت تیر بکنید و برای رسیدن به هدف میان روی را پیش بکنید. دیگه رسول الله صلی الله علیه و سلم دیگه چی میگه؟ میگه ذات با عظمتش که از رحمتش مؤمنان نامید نشود. یعنی که هیچ وقت مؤمنان باید از رحمت الله سبحانه و تعالی نامید نشن. عن ابن عباس رضی الله عنهما ان اناس من اهل الشرك، میگه یک تعداد از مشرکین بودن، یعنی یک تعداد چی کرده بودن، باز وقتی که چیز شد آمدن گفتن که اگر ما توبه بکنیم الله ما رو میبخشه. دیگه آیت قرآن نازل شد که یا عبادی الذین اسرفوا انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، ای مردمایی که شما در نفساتون اسراف کردین از رحمت الله ناامید نشین. یعنی حتی اگر یک مشرک باشه بیدین باشه متوجه هستین در دنیا توبه بکنه الله متعال او را مغفرت میکنه و میبخشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.